سلام درود خدمت دوستان و همراهان کانال مهارت‌های مهندسی. امروز می‌خوایم در مورد نصب حوض خشک‌کن صحبت کنیم. دوستان همونجور که می‌دونید حوض خشک‌کن‌ها در فضاهای مرطوب نصب میشن و گاهن هم کیفیت خوبی ندارند و بعد از یه مدتی باعث پوسیدگی میشن و دچار نشتی میشن. و یا اینکه اگر یک ساختمان تازه خریدید و میخواهید حوض خشک‌کنتون رو نصب کنید، حتما با ادامه این ویدیو همراه باشید. حوض خشک‌کن تشکیل شده از خود حوض خشک‌کن، شیر رف، شیر زانویی یا زانو قفلی و بست‌هایی که به دیوار متصل میشن و همچنین یه دونه قسمت درپوش و قسمت هواگیری حوض خشک‌کنمون. طریقه نصبش در اولین مرحله این هستش که بایستی شیر رفت و برگشت رو طوری ببندیم که در جهت عمود به سمت بالا قرار بگیرن تا حوض خشک‌کنمون روی اون بتونه نصب بشه. دوستان شیر رفت ما به کمک یک دونه مغزی فنری حالا 6 سانت 8 سانت بستگی به اون فاصله حوض خشک‌کنمون از دیوار داره. قبلا به جای این مغزی فنری از مغزی های دنبال بلند استفاده میشد که توی نصب دستگاه های پخش کننده گرما مثل حوض خشک‌کن یا رادیاتورها کمی سختی کار داشت، اما الان با این مغزی فنری ها وقتی که شیر رو میبندیم میتونید ببینید خیلی راحت شیر سر جای خودش حرکت میکنه و اگر در زمان لوله کشی این جاهای حوض خشک‌کن رفت و برگشت حوض خشک‌کن اگر یک کمی انحنا یا یک کمی مشکلی در اینجا وجود داشته باشه، این مغزی فنری میتونه این مشکل رو رفع بکنه. مغزی های فنری تشکیل شدن از یک مغزی، یعنی دو طرف یه دونه رابط هستش که دو طرفش هم حالت مغزی داره و قسمت میانیش حالت فنریت و ارتجاعی داره که میتونیم این مغزی ها رو به سمت چپ و راست بالا پایین یا هر مسیری که انحنا داره قسمت مجرای ورودی روی دیوار میتونیم این رو تنظیم بکنیم و نصب حوض خشک‌کن یا رادیات یا هر چیز دیگر رو برای ما راحت تر بکنه. برای اینکه شیر رفت یا شیر زانویی که اون طرف هستش رو به مغزی وصل بکنیم، کافی است که دو طرف مغزی ها رو نوار تفلون بزنیم و بیرون قبل از اینکه به دیوار ببندیم اینها رو سر جای خودش توسط آچار محکم بکنیم و دست آخر این رو به دیوار ببندیم. دقت بکنید که وقتی میخوایم آچار رو بندازیم، آچار رو از سر مغزی ها بندازیم. هیچ وقت برای بستن مغزی به دیوار آچارمون رو از طرف شیر نمیندازیم، باعث میشه که این فنر نابود بشه، خراب بشه. همیشه آچار فرانسه رو از قسمتی که نزدیک به دیوار هست میندازیم. برای مثال اگه بخوایم مغزی رو به دیوار ببندیم، باید از این مغزی محکم کاریمون رو انجام بدیم و اگه بخوایم مغزی رو به شیر ببندیم، باید یه آچار روی این قسمت مهره شیر بندازیم و یه آچار هم به این مغزی که اینجا وجود داره، مهره‌ای که داره اونجا میندازیم و محکم میکنیم تا لطمه به این قسمت ارتجاعی مغزی فنریمون وارد نشه. این شیر رو هم طوری میبندیم که قسمت خروجیش عمود به سمت بالا باشه تا حوض خشک‌کن بیاد روش نصب بشه. و اما در مورد این شیرزانویی، دوستان این شیرزانویی این قسمت سفید رنگش برای باز و بست نیست، این یه درپوشه. باید این رو باز بکنیم تا در داخلش برسیم به اون قسمت باز و بست این شیر زانویی. این برای چی هستش؟ این فقط برای زمانی هستش که میخواییم حوض خشک‌کن یا رادیاتمون رو از سیستم جدا کنیم و فقط برای باز یا بسته کردن این مسیر مورد استفاده قرار میگیره. اگه میخوایم حوض خشک‌کن رو از سیستم جدا کنیم، دیگه لازم نیست آب رو تخلیه بکنیم، کافیه که این قسمت داخلی شیر رو ببندیم و شیر رفتم از اون طرف ببندیم. بعد از اون میتونیم مهره ها رو باز بکنیم و حوض خشک‌کن رو از سیستم بدون اینکه آبش رو تخلیه کنیم جدا بکنیم. این داخل این شیر هم یا آلنخور هست که الان این به صورت آلنخور هست و یا با آچار تخت
تخت بزرگ میتونیم این شیرها رو باز و بسته بکنیم. معمولا برای باز و بسته کردن این شیرهای آلن خون از آچار آلن های نمره 8 استفاده میکنیم. همونطور که ملاحظه میکنید این وارد قسمت شیر میشه و میتونیم این رو باز بکنیم یا ببندیم. سعی بکنید این قسمت رو زیاد باز و بست نکنید چون باعث نشتی آب میشه. به همین خاطر هستش که بعد از بستن یا باز کردن این شیر از این درپوش با واشری که داخلش هست استفاده میکنم تا اگر هم نشتی داشته باشه این درپوش عمل آببند کردن این نشتی رو داشته باشه و فشار سیستم ما کم نشه. توی ویدیوهایی که علت پایین اومدن فشار پکیج رو گفتم یکی از دلایلش همین نشتی از شیرالات و علل خصوص این زانو قفلی هستش. دوستان این درپوشی که اینجا میبینید به همراه این قسمت هواگیری که اینجا هست و بست هایی که برای بستن هول خشک‌کن به دیوار استفاده میشه روی هول خشک‌کن باید به شما داده بشه. اینها معمولا کیفیت مناسبی نداره. همونطور که میبینید حتی این هول خشک‌کن هم از جنس خوبی است، از کارخانه معتبری است، اما باز هم این درپوش‌های هواگیریش از جنس پلاستیک هست و بی‌کیفیت. به خاطر اینکه این پلاستیک ها هرز نشن رزوه هاشون توصیه میکنم به علاوه اینکه خودش یه دونه واشر داره یک کمی هم نوار تفلون ما خودمون بهش ببندیم و بعد ببندیم سر هول خشک‌کن خودمون و هنگام بستن هم زیاد محکم نکنیم. همینقدر که سفت شد کافی هست. میبندیم سر جاش، آب رو باز میکنیم، اگر نشتی داد محکم میکنیم. دقت بکنید اون درپوش هایی که فلزی هم هستن رو هم نباید زیاد ببندیم چون جنس این هول خشک‌کن ها طوری نیست که این رو اگه سفت ببندیم ممکنه که اون رزوه هاش هرز بشه و اون وقتی که هول خشک‌کن تو باید بندازین دور دیگه کار نمیکنه، مگر اینکه حالا بخوایم تفلون مایع بخوایم اون قسمت آهنی رو به هم دیگه وصل بکنیم که احتمال نشتیش هم وجود داره. میرسیم به قسمت ورودی و خروجی هول خشک‌کنمون. این ماسوره هایی رو که میبینید یه دونه ماسوره هست، یه دونه مغزی داخلش هستش. دوستان این ماسوره و این مغزی روی شیر رفت و شیر زانویی هستش و از اون باید باز کنیم و قبل از اینکه هول خشک‌کن رو سر جاش ببندیم روی هول خشک‌کن محکمش کنیم. چطور این کارو میکنیم؟ همونطور که ملاحظه میکنید من نوار تفلون رو به این مغزی بستم و به کمک یه دونه آچار آلن نمره 12 شروع کردم اینو به هول خشک‌کن بستم. یعنی یه دونه آچار آلن شماره 12 داریم، این داخلش هم آچار آلن میخوره. این رو اگه بندازیم اینجا و این رو سفت بکنیم مهر ماسورمون و مغزیش به هول خشک‌کن متصل میشه. همونطوری که گفتم لازم نیست زیاد محکم بکنیم، احتمال داره که رزوه های هول خشک‌کنتون هرز بشه. همین که محکم شد کافی هست. اگر بعداً بستیم و آب بندی نبود یعنی نشتی داشت اون موقع باز میکنیم و یکی دو دور هم میبندیم یا کلاً باز میکنیم، نوار تفلونی که روش بستیم رو یک کمی تازه میکنیم بعد دوباره سر جای خودش میبندیم. بعد از اینکه شیرهای رفت و برگشت رو سر جای خودش بستیم هول خشک‌کن رو برمیداریم و میذاریم روی شیرها. البته با دستم نگاه میداریم چون فنرها نمیتونن وزن هول خشک‌کن رو نگه دارن. وقتی که این مهر ماسوره ها رو سر جاش تا انتها بستیم میشه محل دقیق ثابت موندن هول خشک‌کن ما. الان با تراز میتونیم ترازبندی هول خشک‌کنمون رو تست بکنیم. بعد از اون این بست هایی که این پشت میبینید روی دیوار قرار میدیم و سر جای خودشون هم ثابت نگه میداریم و روی دیوار علامت میزنیم. بعد از اینکه اینا رو علامت زدیم تو بعضی از هول خشک‌کن ها یه دونه بست میذارن، تو بعضی هاشون دو تا میذارن. بعد از اینکه علامتمون رو زدیم برای بست ها دوباره این رو باز میکنیم، یعنی هول خشک‌کن رو باز میکنیم، بست ها رو روی دیوار جایی که علامت زدیم پیچ رو پلاک میکنیم، محکم میکنیم، دوباره هول خشک‌کن رو با مهر ماسوره هایی که هستن محکم میبندیم و بعد از اون
بست ها رو، یعنی حول خوشگونمون رو به بست محکم میکنیم. خب دوستان، نصب حول خوشگونمون تقریبا تموم شده. الان فقط مونده که این مهره ها رو سفت بکنیم. ببینید این مهره ها نسبت به شیرشون که یکی هستن، یعنی وقتی میخوایم یه شیر بخریم این مهره ماسوره هم روی این داده میشن و حالت مخروطی ناقص دارن و اصلا نیازی نیست به نوار تفلون یا تفلون مایع و این چیزها. همین که سر جای خودش بسته شد و اگر درست عمود این بسته بشه، این ماسوره ها رو حتی اگر جنسش مرغوب باشه با دست هم محکم کنیم آببند میشه. اما برای اطمینان کار میاییم این مهره ها رو با آچار محکم میکنیم. برای این کار دوستان، از اونجا که گفتیم این شیر با مغزی فنری به دیوار بسته شده، باید این شیر رو با یه آچار مهار کنیم و بعد با یه آچار دیگه این مهره رو نسبت به این شیر محکم بکنیم. خب اگر توی خونتون آچار لوله گیر داشتید، از آچار لوله گیر استفاده میکنید. اگر هم نشد میتونید از انبرگفل هم استفاده بکنید. شیر رو از پای محکم نگه میداریم و با استفاده از آچار فرانسه بلند مهره ماسوره رو محکم میکنیم. دقت داشته باشید که هنگام بستن این شیرمون خم نشه تا اون زیبایی خودش رو از دست نده. همین کار رو برای شیر زانویی یا زانوگفلی که اون طرف هست انجام میدیم. خب دوستان، دو تا نکته میمونه که از نصب حول خوشگون دیگه تموم بشیم. یک این که ترتیب این شیر رفت و این زانوگفلی در حول خوشگون تقریبا مهم نیست. اگر بدونیم لوله برگشت کدوم هست، بهتره که این شیر زانوگفلی رو روی برگشت ببندیم. اما اگر نتونستیم تشخیص بدیم که لوله رفت و برگشت کدوم هست، در حول خوشگون ها زیاد مهم نیست که این شیر رفتمون کدوم طرف باشه، چون هر دوتاش پایین هستش و از پایین این تغذیه میشه. چه از این طرف آب بیاد به این طرف، چه از این ور بره اون ور و برگشت پیدا بکنه. نکته دوم هم مربوط میشه به این که اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو لایک بکنید و نظرات خودتون رو در مورد این ویدیو برای ما ارسال کنید.